همسرتون رو خیلی دوست داشته باشید. چرا؟ چون اون تنها آدمیه که خودش انتخاب کرده بیاد و به پاتون بسوزه و بسازه. ببین، یعنی بدون هیچ اجباری، بدون هیچ فشار از هیچ طرفی انتخاب کرده که باهات باشه. مادرت نیست، پدرت نیست، خواهرت نیست، اقوامت نیست. اون همونیه که هزاران انتخاب داشته، اما از بین اون هزار تا تو رو انتخاب کرده. یعنی با خون باهات نسبت پیدا نکرده، به واسطه کسی باهات فامیل نیست. اون همون کسیه که خودخواسته تصمیم گرفته که باهات نسبت داشته باشه. توی بیماری، نداری، بیپولی همراهت باشه. ببین، یعنی اگه بیمار شی، ورشکسته شی، سفرت خالی باشه، سفره اونم خالی میشه. روی همون رخت خوابی میخوابه که تو روش میخوابی، حالا چه از پر قو باشه یا چه از سنگ. پس همسرتون رو خیلی دوست داشته باشید. همسرتون تنها همتیمی شما واسه تمام